بنده پیام دارم برای کامنتری نویسان، آنهایی که در شبکه‌های اجتماعی در تحت رسم و نوارهایی که مخالف فکر و عقیده یا مخالف طبیعت آنها باشد سخنان فحش و تحقیرآمیز و یا غیبت و بهتان نوشته دیگران را آزار می‌دهند و بداخلاقی و رذالت و فرومایگی خود را برای همگان نشان می‌دهند. حتی به عالمان و واعظان دین هم تحقیر و اهانت و سخنان فحش می نویسند. العیاذ بالله، که این خیلی گناه خطرناک است. برادر و خواهر عزیز، پیش از آن که در کامنتری ها سخنان فحش و تحقیرآمیز می نویسی و مسلمان را آزار می دهی، به خودت سوال ده که آیا خداوند از این سخن نوشتم راضی هست یا نه؟ و این معلوم است که خداوند از این کار تو هرگز راضی نمی باشد، بلکه از سخنان فحش و تحقیرآمیز تو خداوند به غضب می آید. و بعدا این را فراموش نکن که روزی فرا می رسد که این دستهایی که با آن سخنان فحش و تحقیرآمیز می نوشتی و دیگر مسلمانان را آزار می دادی بر علیه تو گواهی می دهند و آنجا هیچ عذر آورده نمی توانی. خداوند در آیه 24 سوره نور می فرماید: استعیذ بالله یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون. یعنی روز قیامت روزی است که زبانهایشان و دستهایشان و پایهایشان به آنچه می کردند بر علیه آنها گواهی می دهند. و در حدیثی که آن را بخاری و مسلم روایت کرده اند، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: از حضرت عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: مسلمان واقعی کسی است که دیگر مسلمان ها از دست و زبانش در امان باشند، یعنی از دست و زبانش آزار نیابند. روایت بخاری و مسلم. پس ای شخصی که با نوشتن سخنان فحش و تحقیرآمیز مسلمان را آزار می دهی، آیا باز هم خود را مسلمان واقعی می شماری؟ از آن نمی ترسی که روزی در پیشگاه خداوند احکم الحاکمین ایستاد شوی و این دسته هایی که با آن سخنان فحش و تحقیرآمیز می نوشتی و مسلمان را آزار می دادی بر علیه تو گواهی بدهند؟ چرا خود را با اخلاق نیکو تغییر نمی دهی؟ از این بد اخلاقی تو و نوشتن سخنان فحش کسی به تو رحمت نمی گوید، بلکه در جواب دشنام تو دشنامت می دهند. آیا این برای تو پسند است؟ از خدا بترس و از این کردار ناپسندت پرهیز نما. به یاد داشته باش که روز فرا می رسد که برای هر یک دشنام و حقارتی که می نوشتی و مسلمان را آزار می دادی پرسیده می شوی، ولی آن روز عذر آوردن نمی توانی. درخت غم به جانم کرده ریشه، به درگاه خدا نالم همیشه. عزیزان قدر یک دیگر بدانید، اجل سنگ است و آدم مثل شیشه. نظر کردم به گورستان کم و بیش، بدیدم حال ثروتمند و درویش، بدیدم حال